countable nouns, plural nouns, uncountable nouns, how much, how many. سلام زبان‌آموزان، نام اسدی و این زبان آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزم و در این درس انگلیسی من با شما وید اسم گپ می‌زنم. همه چیز را درباره plural nouns, countable nouns و uncountable nouns در زبان انگلیسی می‌فهمونم و با زمین من با شما کلمه‌های how much و how many می‌فهمونم. اگر شما این درس رو تا آخر تماشا کنید شما می‌فهمید که اسم‌ها چگونه‌اند، کدام اسم‌ها حساب شوندند، کدام اسم‌ها حساب نشوندند، how many و how much را ما در کدام حالت استفاده می‌بریم و در کدام حالت اسم‌ها شکل اس می‌گیرند یا اینکه ای اس می‌گیرند. و باز هم با زمین من با شما می‌فهمونم که اسم‌هایی که تنها شکل جمع دارند آنها کدام هستند و اسم‌هایی که تنها شکل طاق دارند و شکل جمع گرفتن نمی‌توانند آنها کدامند. خلاصه این درس رو تماشا کنید، وظیفه‌هایی که و قاعده‌هایی که من برای شما میگویم آنها را نویسید و حتما تستی که در آخر میشود آن را کار کنید. و رفتیم ما آغاز می‌کنیم. So go ahead, do it. اینک دوستان سر می‌کنیم چقدر که گفتیم ما امروز درباره نام گپ می‌زنیم، یعنی درباره اسم، درباره اسم‌های حساب شونده countable nouns، درباره اسم‌های حساب نشونده uncountable nouns و درباره اسم‌های شکل جمع یعنی plural. و کلمه‌هایی که امروز برای ما در این درس در کار میشوند این کلمه‌های count، countable، uncountable، plural، singular و noun است. count این حساب کردن است در زبان انگلیسی، countable چیزی که حساب شونده است، uncountable حساب نشونده است، plural این شکل جمع است، singular شکل تنها است یعنی یک دونه و noun این خودی اسم است. و چگونه که شما از زبان تاجیکی میدونید اسم آن حصه نطقی که با علامت اشاره را میفهماند و با سوالهای کی ها و چی ها جواب میشود. کی ها در زبان انگلیسی هر دوش با کلمه های who و what جواب میشوند. مثلا who father، who مهروج، who doctor، یعنی کی پدر، کی مهروج و کی دکتر. یا اینکه با سوال what یعنی چی، what a pencil قلم، what a car دنکی و what a donkey. و میگذاریم با کی ها چی ها، یعنی کی ها و چی ها در زبان انگلیسی با یک کلمه ifade میشوند، اونها who و what هستند. یعنی who students، who people، who girls و what چی ها یعنی چی ها cars، animals و lights. و اکنون دوستان چقدر که گفتیم ما سر میکنیم از اسم های countables، یعنی در زبان انگلیسی با مثل زبان تاجیکی اسم خود دو نمود میشن، هستن countable و هستن non-countable یا اینکه uncountable. و ما آغاز میکنیم از اسم های countable یعنی شموریده شونده یعنی حساب شونده. و در زبان انگلیسی اسم های شموریده شونده آن حسایی را مینامند که آنها شکل جمع داشته میتوانند و ما آنها را حساب کرده میتوانیم. مثلا 10 books 10 کتاب، اینکه 5 cars 5 ماشین، 20 students 20 طلبه یا اینکه 20 دانشجو. یعنی این نمود اسم ها شکل جمع داشته میتوانند و ما آنها را حساب کرده میتونیم و آنها را در زبان انگلیسی اسم های حساب شونده مینامند یعنی countable nouns. و اکنون دوستان ما بشما می‌آموزیم که چگونه ما میتونیم اسم ها را شکل جمع ترتیب دهیم. یعنی ما داریم کتاب و چگونه ما میتونیم کتاب ها گوییم، یا که ما آدم داریم و چگونه ما میتونیم آدم ها گوییم. در زبان انگلیسی اسم های شکل جمع آنها ساخته میشن با یوری حرفی اس یا اینکه es، یعنی هر یک اسمی که در زبان انگلیسی هست در شکل جمعشان آنها یا حرفی اس قبول میکنن یا حرفی es قبول میکنن. مثلا ما داریم a flower، ما یک دونه گل داریم و برای اونی که ما گوییم که ما یک چند گل داریم ما میتونیم گوییم two flower و بعداً حرفی s یعنی flowers، two flowers. دوم a book یک
کتاب. یعنی A این نشانه یک است. یکی از معناهای آرتیکل A این نشانه یک بودن است. یعنی a book یک کتاب است و در شکل جمع 5 books یعنی 5 کتاب 5 books. A car یک ماشین 3 cars 3 ماشین و a box یک قوطی 2 box و es در این حالت es میگیرن یعنی 2 boxes یعنی که مثال دیگر با es a bench این خرک است یعنی یک سال درازی که ما در بالای آن میشنیم bench این خرک است و 3 benches یعنی 3 خرک یعنی 3 سال درازی که ما در اونها میشنیم. و اجخالی که شما دیده دوستان بعضی از اسم ها در زبان انگلیسی در شکل جمعشون اس میگیرن و بعضی دیگرشون ای اس میکنن و در سلاید نوبتی ما با شما میفهمیم که چگونه و در کدام حالت ها اسم حرفی اس میگیرد یا اینکه حرفی ای اس میگیرد. و کنون دوستان ما میبینیم که در کدام حالت اسم ها حرفی اس قبول میکنند و در کدام حالت آنها حرفی ای اس قبول میکنند. قاعده یکم در قاعده یکم یعنی اگر اسم با حرفای s ss sh ch x و z تمام شوند آنگاه اسم پسمانده که حرفی ای اس قبول میکنند در شکل جمعی خود. مثلا ما داریم باس یعنی باس یک اتوبوس و در حالت شکل جمع two buses یعنی در اینجا وقت شکلی جمع شد es قبول میکند two buses. یا اینکه مثال دیگر a dish یعنی کوسه طبق کوسه و 3 dishes شکلی s قبول کرد یعنی ch بس این حرفی s است. مثال دیگر box یعنی box یعنی با حرفی x تمام شده است و در واریانت شکل جمع ما two boxes قبول میکنند. یعنی فراموش نکنید دوستان وقتی که اسم دلخواه اسم فرق ندارد اگر با حرفی s تمام شد با حرفی ss تمام شد با حرفی ش یعنی ch تمام شد یعنی که ch و x و z تمام شد آنگاه شما با دلی پر میتونید حرفی es رو در شکل جمعی اسم ها بذارید. و دوستان قاعده دیگر رو میبینیم. این قاعده دیگر وابسته است به حرفی y یعنی وقتی که اسم با حرفی y تمام میشود و پیش از حرفی y آن با هم صدا است در آن حالت حرفی y عوض میشود به حرفی i و بعدا es میگیرد. مثلا ما داریم بیبی یعنی آخرین حرف در اینجا حرفی y است و پیش از y هم صدا است. در این حالت شکل جمعی کلمه ما میشود babies یعنی بی با حرفی i عوض میشود به es یعنی babies و با مانند این شهرها یعنی cities و babies. فراموش نکنید دوستان چیزی که گفتیم اگر اسم با حرفی y تمام شود و پیش از حرفی y صدا باشد پس اون حالت حرفی y عوض می شود به حرفی e و آنگاه حرفی es میگیرد. و اینا قاعده سیومی شکل جمعی اسم ها دوستان وقتی که کلمه یعنی که اسم با حرفی y تمام می شود و پیش از y صدا است در این حالت y حرفی s قبول میکند و تمام. یعنی مثلا حرفی کلمه day ما داریم کلمه day و day با حرفی y تمام شده است و پیش از y حرفی a است یعنی صدا است. در این حالت شکل جمع این میشود days یعنی ما اون کلمه رو می‌نویسیم و تنها با y حرفی s علاوه میکنیم. یعنی که در واریانت کلمه boy پسر
ما شکل جمع ما رو می نویسیم boys یعنی شکل جمع است. و وریانت monkey هم چونین است، یعنی ما می نویسیم monkey و حرفی s monkeys. قاعده چهارم دوستان وابسته است به حرفی فی و FE، یعنی تعلق دارد به حرف فی و FE. اگر اسم در زبان انگلیسی تمام شد با حرف F یا اینکه با حرف FE، پس آن حالت این حرف عوض کرده می شود به حرف V و بعدا آنها ES می گیرند. مثلا ما داریم کلمه shelf یعنی تاقچه و در شکل جمعی فرض کرده می شود to shell و حرف F عوض کرده می شود با V و بعدا S، یعنی two shells. و کلمه knife یعنی کارد ما می نویسیم نه بعد حرف FE عوض کرده می شود با V و بعدا ES، یعنی knives یعنی three knives سه کارد. و کلمه دیگر زن است، یعنی ما اگر زن ها خواهیم گوییم یعنی که ما میتونیم 10 wives میگوییم 10 wives یعنی 10 زن ها 10 wife زن ها wives زن ها knife knives کارد ها shelf تاقچه و shelves تاقچه ها. و فراموش نکنید دوستان در زبان انگلیسی همه حالات استثناء هست. در این حالت استثناء ما وابسته به این دو کلمه است، یعنی بغیر از حرف کلمه های روف و جراف ما همه حرف ها رو با حرف وی عوض میکنیم، یعنی کلمه روف در شکل جمعش می شود roofs و کلمه جراف در شکل جمعش می شود giraffes. یعنی آنها با این قاعده تعلق ندارند، آنها بیرون از قاعده. دوستان اسبابی که موضوع اسم بینهایت موضوع کلان است و ما اون رو در یک درس همه معلومات رو برای شما دادن نتونستیم. ما این درس رو دو تقسیم کردیم و در درس دوم ما با شما آیدی اسم های جمع و تنها، یعنی که اسم هایی که شکل جمع دارن تنها ندارن یا که اسم هایی که شکل تنها دارن شکل جمع ندارن، آیدی اسم های نادرست در زبان انگلیسی، آیدی اسم های حساب نشونده و فرقیت how much و how many معلوماتی پورا میدیم و این معلومات ها رو شما میتونید در این درس یعنی در درسی دومی اسم ها تماشا کنید. تو درس دیگر دوستان بای.